الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم سپاس و حمد خدای را که برای ما و شما فرصت داد و لحظات انشاءالله با هم در مورد مسائل دین ما و بحث و مذاکره میشیم. ما که حال در دهه اخیر رمضان قرار داریم، رمضانی که از پیش ما و شما آهسته آهسته میره. چقدر تلاش داشتیم، آرزو میکردیم، دعا میکردیم خدایا رمضان به ما برسان، ما را به رمضان برسان. الله دعای ما را قبول کرد. الله مهربان، اللهی که شنونده هر دعا هست، ما را الله منت گذاشت بر ما و رمضان بر ما هدیه کرد. دهه رحمت و مغفرت هم سپری شد. تمنا میکنیم خداوند رحمت و مغفرتش شامل حال ما کرده باشه. عبادت هایی که کوتاهی ها و تقصیرات زیادی در اون داشتیم، تمنا میکنیم خداوند او عبادات ما را مثل که از بنده های صالح و مخلص خودش قبول کرده عبادتشان، از ما را در جمع همون عبادات قبول بفرماید. ما حال در دهه نجات از آتش جهنم قرار داریم. تلاش ما و شما به می هست که عذاب الهی که شامل حال کسایی هستند که نافرمان هستند، الله را دوست ندارند، الله را آزرده می سازند، با الله سر دعوا دارند، شامل حالشان و عذاب و ذلت ها میشن. خدایا از او عذاب، از قهر و غضب تو و تو پناه میبریم یا رب العالمین. ما تلاش ما در همین است که الله راضی بسازیم، الله از ما خوشنود شود، ما را در مورد بخشش شدگان، در جمع عفو شدگان قرار ما بده. طبعا که راه نجات که از عذاب است، الله به ما همگیش نشان داده. راهی که ما را از سر جهنم مثل که پرواز کنیم به طرف بهشت بریم، برای ما الله نشان داده. حالا ما هستیم که آیا او را اختیار میکنیم و خیر خود ما تلاش میکنیم. سعی کوشش ما به این است که ما را الله از عذابش نجات ببخشه، در جمله عصیانگرها نباشیم. طبعا 20 و چند روزه را که ما و شما سپری کردیم، در هر شب دعای ما و شما همین بود. وقت از خورد و نوش خود ما را منع می کردیم، از چیزای حلال خود ما را منع کردیم و می بود که خداوند از ما خوشحال شود. توبه کردیم، استغفار کردیم، توبه ای که الله او را وسیله قبولی همه عبادات قرار میده. اگر ما عبادت کنیم توبه نکرده باشیم، عبادات ما چه رقم به درگاه الله قبول شود؟ کلیدی که عبادت مورد پذیرش الله قرار میگیره ما توبه هست. با توبه ما میتونیم به طرف عبادت ما بریم و عبادت ما را به الله تقدیم کنیم، مخلصانه تقدیم کنیم. ما در این برنامه در رابطه با نجات ما از عذاب مختصرا، وقت کوتاه هست، مختصرا چند مطلبی بیان خود کردم و به همین تمنا که خدایا ما را از عذاب جهنم، از عذاب قبر، از عذاب دنیا و آخرت تو در پناه مهربانی ها و مغفرتت، رحمتت ما را جا بده. ما به تو پناه میبریم، جز تو پناهگاه نیست. دشمنی که همیشه در کمین هست و آرزویش همی است، تلاشش همی است که ما را در برابر تو
قرار بده و عصیانگر شویم، نافرمان شویم و با خودش ما را مورد خشم و غضب تو قرار بده. خدایا از او دشمن به تو پناه میبریم. ما تمنا داریم که الله عزیز این ماه مبارک وسیله نجات ما از عذاب الهی بگردانه. خصوصا شبهایی که در پیش روی ما هست، شبهای طاق رمضان. فردا شب 25 است، 27 است، 29 است. 3 شب دیگه ما شما داریم که شب قدر بیافیم و در اون شب زنده داری بکنیم، شب احیا بکنیم، از الله نجات ما را از جهنم، نجات ما را از عذاب تمنا کنیم. این از عدالت الهی است که هیچ کس را بدون دلیل عذاب نمی کنه. ما در قرآن مجید در احادیث داستانهایی را شنیدیم که اقوام و امتهایی که پیش از ما بودن اونا چطور مجازات شدن، با سرکشی کردن، حتی دست جمعی هلاک شدن، همگی هلاک شدن الا کسایی که فرمان الهی را برده بود. خداوند با همون رحمانیت و رحیم بودن خودش غفار است، دوست داره بندگانش، ولی وقتی که ما در برابرش نافرمانی کنیم باز الله قهار است، الله جبار است، الله رقیب است، الله ناظر است، الله حسیب است، حساب میکنه، الله عادل است. ظالم سرکش سر جایش میشانه. ما در قرآن مجید در سوره انفال میخوانیم، میبینیم که پروردگار عزیز در آیت 33 در نصف آیت بیان میفرماید که بعد اعوذ بالله و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. سبحان الله. الله منان ما را عذاب نمی کنه در حالی که در بین ما طلب استغفار کننده ها باشند. الله منان ما را وقتی میبینه که ما از الله میترسیم، از الله طلب مغفرت میکنیم، عذاب نازل نمیشه. و جایم الله میفرماید که واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. از او فتنه هراسناک باشین که تنها ستمگر نمیگیره، تنها به ستمگر نمیرسه یا به ستمگران نمیرسه و ظالمان تنها به ظالمان نمیرسه. از او فتنه باید هراس داشته باشه. طبعا گناهانی که بعض وقت عذابی که بعض وقت ببینیم بیگناه ها را فکر میکنیم گرفته باشه، ولی اون بیگناه ها کسایی هستن بعض وقت که گناهکارا را از گناه مانع نمیشن. یک وجیبه بزرگشان، یک فریضه بزرگی که نصیحت کردن بود، امر به معروف بود، نهی از منکر بود، اینو نکردن. در اجتماع گذاشتن مردم به او مصیبت ها دوچار باشه. پس اونا را هم شامل حالشان میشه عذاب. ما اگر ببینیم که یکی از وسائل بگوییم یا یکی از اسبابی که یا یکی از طریقه هایی که انسان به عذاب مبتلا نمیشه، او وظیفه فردی و اجتماعی خودشه، مسئولیت فردی و اجتماعی خودشه انجام میده. هم در اصلاح خودش است، هم در اصلاح جامعه است. این آسانترین و مهمترین و بهترین راه نجات از عذاب الهی است که انسان وجایب فردی و اجتماعی خودش ادا بکنه.
بعض وقت ما شما میبینید عذاب اگر در قرآن میخوانیم، در امتهای گذشته میبینیم که بیگناهان ظاهری و یا گناهکاران ظاهری اینا همگی مورد عذاب قرار گرفتن. اکثر از این عذاب ها در رابطه با همون عدم انجام مسئولیت های اجتماعی و مردم بودن. و شما در بین ما داریم که میگه گوسفند از پای خودش و بز از پای خودش آویزان است. شما رو چی کار به دیگرها؟ خودتون فکر خودتون بگیرید. نعوذ بالله. اسلام ما واره نمیگذاره این رقم. ما نه تنها در اصلاح خود ما مکلف هستیم، در اصلاح دیگرها مکلف هستیم. وقتی ببینیم عذاب الهی دو رقم است. یک عذاب عام است، یکی عذاب است که یک فرد، یک خانواده را، یک محله را، یک منطقه را میگیره. عام نیست، مثل که در زمان نوح علیه السلام نوح علیه السلام دادش برآمد، فریاد کرد که خدایا من در این رسالتی که با من سپردی ناکام ماندم، نمیتونم. این مردم سرکشن، هیچ باور نمیکنن حرفای مرا، گوش نمیکنن، به اون عصیان و طغیانشان روان هستن. الهی اینها را تو عذاب کن، تو اینها را جزا بده. ببین عذاب عام شد. تنها کسایی نجات پیدا کردن که با نوح علیه السلام یک جا بودن. حتی نوح علیه السلام نتانست که فرزند خودشه، چون در جمع امونا رفته بود، نجات ببخشه. وقتی کشتی را تیار کردن، کشتی از زمین و آسمان آب بیرون شد، آب باریدن گرفت، زمین مثل که می جوشید، آب داخلش بیرون می کشید، کشتی سر آب بلند شد. نوح علیه السلام فرزندش صدا کرد که بچیم بیا که عذاب الهی است. همین ما شما ببینید در قرآن عزیز و ما چه رقم بیان میکنه. اعوذ بالله و نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی ارکب معنا. سرک کردن نوح علیه السلام، اولادشان بود، صدا کردن بیا بالا شو. ولا تکن مع الکافرین، امروی کفار نباش، امروی کسایی که انکار کردن، دعوت مرا نپذیرفتن، امروی از اونا نباش. بچه صدا میکنه قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء. ما به کوه پناه میبرم، و کوه بالا میشم، آب کجا و کوه من بلندی قله بالا میشم. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا ما رحم الا من رحم و حال بینهما الموج فکان من المغرقین. سبحان الله. در اینجا عذاب هم نازل شده، هیچ کس را دیگه الله نمیبخشه، هیچ کسی از چنگ عدالت الهی فرار کرده نمیتونه، باید اینا مجازات شود. آب آمد و موجش زد بچه را برد. خب در اینجا کسایی که مسبب این عذاب بودن، همون سرکش و همون نافرمان ها، اینا دیگه از چنگ الهی نجات پیدا کرده نمیتونن، باید اینا هلاک شود. و جایی هم هست که یک عده که مسبب گناه نیستن، اینا این گناه نکردن، اینا تلاش کنن باید خودشان از این عذاب نجات بدن. و الله وعده را کردن که بله، همونطور که لوط علیه السلام سر قوم سنگ بالید و علیه السلام لوط علیه السلام بگی قوم کسایی رو بگی با خودت بیرون شو از این منطقه برای. نوح علیه السلام گفت بله دیگه در کشتی بار کو و دیگه همگی را غرق میکنه. کسایی که فرمان برده بودن، اطاعت کردن، گناه نکرده بودن، اونا را پروردگار عزیز از عذاب خودش بیرون میکنه.
در چیز ببینیم در آیت میخوانیم که حضرت صالح قومش الله عذاب میکنن ولی کسایی که ازش میبراین از عذاب نجات پیدا میکنن. هم در سوره هود است که فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا و من خزي یومئذ. کسایی که با صالح بودن و کسایی که ایمان آورده بودن برای صالح علیه السلام و حرفایی که صالح علیه السلام برشان گفته بود، به خدا ایمان آورده بودن، اینا را خداوند با رحمت خودش از او رسوایی که در او روز شامل حال کلگی شد اینا را بخشید، اینا را نجات داد. دیگه عذابی که نازل میشه عذاب است که همون فردی هست. یک کسی یک گناه میکنه، یک کسی خطا میکنه، عصیانگر است، شیطان وسوسه کرد و مورد خشم الهی خود قرار داد. در همین رمضان میبینیم یک کسا شرم از مردم نکردن، از الله که هیچ شرم نکردن، از مردم هم نشرمیدن، جرأت کردن پیش روی مردم گناه کردن. کسی گفت که در قبرستان در هدیره رفتیم، یک کسی را وفات کرده بود، در اونجا دیدیم یک جوانی داده سیگارت در سر قبرستان، در سر قبر. گفت یک کسی رفت گفت که آقا چی کار میکنی؟ گفت چرا چی کار میکنم؟ گفت در دستت ببین سیگار است یا سیگارت است. گفت چی شده؟ گفت رمضان است، از خدا بترس، شرم کن. هی رمضان است و هیچ خبر نداشتم، های بسیار ببخشید. نعوذ بالله، نعوذ بالله. این دو گناه. تو چطور از رمضان خبر نشدی؟ 10 روز 15 روز از رمضان گذشته و تو با همه قدر سبحان الله گستاخی. یعنی وقتی گناه در ملای عام میشه پیش روی مردم، می گناه الله خیلی قهر میشه، خشم الله می خروشه. یعنی تو قدر جرأت داری که گناه پیش روی مردم میکنی، یعنی منظورت نیست که تو بیواک از من حیا نترسیدی. این منظورت هم است که بگی اعوذ بالله خدای چی کاری چی. پس این گناه ها خیلی گناهان نابخشودنی هست، سخت است. این گناه باید همه قدر او آدم عذر زاری کنه و الله گریبان پاره کنه که خدا او گناهش ببخشه. ما میبینیم که یک گناه صورت میگیره در یک جای، زلزله میشه، مثلا سیل میآید، همون کسایی که او گناه مرتکب شده بودن ممکن است که اونا را الله مجازات میکنه. یک وقت کسی میگفت که در افغانستان وقتی که کشمکش ها بود و هنوز امریکایی ها اروپایی ها به افغانستان تجاوز نکرده بودن، در وقت کشمکش هایی هم در داخل، یعنی مستقیما اینا تجاوز نکرده بودن، مداخله کرده بودن، دستشان دراز بود، جنگ های داخلی را دامن زدن. در اوجه یک کسی میگفت که در همین مسیری که قبل از جبل سراج پایان طرف شمالی گفته، در اینجا یکی از چی بگویم نامشان آمدم، همین نام برشان خوب است که جنگ سالار بگویادم بر از اینا صدقه نام مجاهد و فرمانده مجاهد شوند. اینا یکی از همین جنگ سالارا عروسی میکرد، یا برای خودش یا برای بچهش یا برای برادرش. خب وقتی که اینا در اونجا برق و چیزا هم البته جنگا که بود آسیب دیده بود و اینا چی کار کردن؟ میخواستن در اون محفلشان، محفل عروسی بود، ساز و سرود و رقص و هر بد و بلایی که دستشان بود میکردن
میخواستن یک لاد اسپیکر پیدا کنن که بلندگوی پیدا بکنن. در نزدیکی از اینا، در همین جایی که اینا محفل برپا میکنن، در اینجا یک مسجد هست، مسجد صغیری هست. در اونجا یک میکروفون یا یک بلندگو هست. میرن اون ماشینای از اون وسایل میارن در اون محفل عروسی خودشان و شروع میکنن به لهو و لعب و گناه و عصیان. یک وقت عذاب الهی است. و دریا از جبل سراج، یک دریای بسیار خروشانه است. از اینجا این آب سرازیر میشه، سیل میشه، میآید. کسایی که صحنه را دیده بودن میگن همین سیل قسم آمد که داماد و عروس و سیل بینا و دول و سرنه و همین تمام از اینا را همتون جارو کرد، برد تا چند کیلومتر راهی که این آب به مشدت میرفت، هر کسی را با خود داشت برد. بعد از اینکه آب خیزی خلاص شد، مردم آمدن میگفت، کسی قسم میکرد، قسم یاد میکرد که تنها اینمی مسجد در وسط مانده بود، از دو طرف از این آب تیر شده بود. مسجد در جایش بود و همه جای دیگه که خانه بود و باغ بود و همه گیره جاروب کرد و برد. مردم وقتی کسایی که در روی چقدر نفر کشته شد، مردم های دیگه که آمدن سیل میکردن، میگو دست به آسمان بلند کردن، گریه میکردن که خدایا ما را ببخش که این حالت ما دیدیم، این درس بود برای ما. مسجد با او ضعیفیش چندان از سمنت و کانکریت و اینا نبود که بسیار قوی باشه، مثل دیگه خانه ها بود، ولی الله خانه خودش حفظ کرد، برای عبرت دور مانده بود. ولی ما اگه بخوایم کسایی که نجات پیدا خواهد کردن اگر ما خواستم شد، اگر کسایی با ما باشن نبودن، یعنی می حالتان است. این که در قرآن میآید و در حدیث میآید و در تاریخ میآید، با چشمای خود مردم میآیند میبینن، همین حال میبینن. سونامی رو ببینیم شما، انفجار در بحر از کجا شروع شد و کجا ختم شد، به هزارها کیلومتر راه دوره هدف قرار داد، زد، کشت، ویران کرد. خب حال استغفار کننده ها هستن الحمدلله که عذاب عام نازل نمیشه که دنیا را الله خراب کنه. هست در هر گوشه بنده های مخلص الله که توبه میکنن، استغفار میکنن، از الله نجات از عذاب میخواهن. و شما به یک میان برنامه کوتاه میریم، انشاءالله دوباره برمیگردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر ما لعمران خلقتا وما تركت لك الأيام عذرا لقد وعظتك لكن ما اتعظتا تنادي للرحيل بكل حين وتعلن إنما المقصود أنت وتسمعك النداء وأنت لاه عن الداعي كأنك ما سمعت وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد زاد قد غفلت معائب هذه الدنيا كثير وأنت على محبتها طبعت يضيع العمر في لعب ولهو ولو أعطيت عقلا ما لعبت
فما بعد الممات سوى جحيم لعاص أو نعيم إن أطعتا. ولست بآمل ردا لدنيا فتعمل صالحا فيما تركت. أيا نفسي أخوضا في المعاصي وبعد 40 رغب بستا. وأرجو أن يطول العمر حتى أرى زاد الرحيل وقد تأتى. علمت فدع سبيل الجهل واحذر وصحح قد علمت وما عملت. ويا من يجمع الأموال قل لي أيمنعك الردى ما قد جمعت. ولا تهمل فإن الوقت يسري فإن لم تغتنمه فقد أضعت. وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون إذا انتبهت. هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوك ضعف ما فيها سهرت. تحدث عنهم وتقول كانوا نعم كانوا كما والله كنت. حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت. سل الأيام عن عم وخال وما لك والسؤال وقد علمت. ألست ترى ديارهم خواء فقد أنكرت منها ما عرفت. قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد. إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد. قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد. إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد. قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد. إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد. تسقي حياتك راحة تنجيك في يوم المعاد. قف للإله وناجه تنل السعادة والرشاد. تسقي حياتك راحة تنجيك في يوم المعاد. قف للإله وناجه تنل السعادة والرشاد. قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد. إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد.
وارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد. دع عنك أثقال الهوى تلقى الهداية والسداد. وارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد. دع عنك أثقال الهوى تلقى الهداية والسداد. للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد. إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد. وعمر بيوت الله لا تركا لساعات الرقاد. إن الحياة قصيرة والعمر ماض للنفاد. وعمر بيوت الله لا تركا لساعات الرقاد. إن الحياة قصيرة والعمر ماض للنفاد. للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد. إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد. واخفض جبينك ذلة واسجد لربك بانقياد. زود حياتك طاعة إن الصلاة لخير زاد. واخفض جبينك ذلة واسجد لربك بانقياد. زود حياتك طاعة إن الصلاة لخير زاد. للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد. إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد. قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد. إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما گفتیم که اعمال انسان است که او را پریشان می سازه، بدبخت می سازه یا عکسش. بعض وقتا هم هست که این مصیبت ها، پریشانی ها، ابتلاعات اینا برای امتحان بنده ها هست. مثلا یک جای گناه شده است، عصیان شده، ولی در اون جای یک هم هستن که گناه نکردن، سبب گناه اونا، سبب نازل شدن عذاب اونا نیستن. مثلا زلزله شده، یک جای خراب شده، یک در نجات پیدا کردن، یک جای هلاک شدن. کسایی که نجات پیدا کردن در یک خیمه رفتن، خانه از بین رفتن، ولی نشستن همونجا میگن یا الله تشکری میکنیم که ما هنوز زنده هستیم. تو برای ما خانه داده بودی، خانه ما رو تو بردی، تو از ما گرفتی، هیچ اعتراض نداریم. هنوزم او بندگیش ثابت میکنه، به قضا و قدر الهی تسلیم است. اراده الله بوده که همه شود، برشان هنوز عبرت هست. اونا از این کار ناراض نیستن، ولی هستن در همو جمعی که امی حال سرشان آمده، آل یک امتحان قرار میگیرن، اینا آل بر خطا میشن، دست و پاچه میشن. شایدم بگوین که تمام مصیبت ها سر ما میآید. نعوذ بالله. خدا از ما چی میخواید؟ هست بنده های گستاخ هستن که بهتون میگن. یا عکسش، یک کس زیاد نعمت های خدا برش داده شده، الله برش لازم دیده چیزهایی رو برش میده، او را برای عبرت برش میده، با عبرت دیگرها برش میده، برای یک ابتلا میده، یک امتحان است. یک دم کوره میبینن که
چندان کمالی هم نداشته یادم که الله قدر برای سرمایه ده. نعوذ بالله دور از زبان من بعض وقت میگن که خدام نمیفهمه که برای کی سرمایه بده. نعوذ بالله. اینا در امتحاناتی که پیش رویشان میگذره ناکام میمانن. اینا خودشان مورد خشم و عذاب الهی قرار میدن با همین گستاخی ها و بی‌ادبی هایشان. ولی افرادی که به الله ایمان دارن وقتی این چیزها میآید، این مصیبت ها میآید، اینا باز هم دست به گریبان میپرتن، استغفار میکنن، توبه میکنن. اگر در اختیارشان سرمایه باشه، پولی باشه، برای خیرات میکنن، صدقه ها میتن که با این باور دارن که این استغفار است که الله عذاب دور میکنه، این توبه است که الله رحم میکنه سر بنده هایش. این دست گرفتن یک بضاعت است کمک بر یک بینوا است. این صدقه است که خداوند بلا را دفع میکنه. اما گاهی هم همین بلاها وقتی میاد سببش گناه ها هست. پیامبر عزیز میفرمایند صلی الله علیه و سلم که وقت در میان مردم فحشا علنی شود، گناه علنی شود، او وقت موجب قحطی و طاعون میآید، مرض میآید، دروشن خشکسالی میآید، طاعون میآید، مرض میآید. اگر کسی احتکار میکنه، مال است باید در بازار عرضه شود که مردم به اون نیاز دارن، این نگاه میکنه که تا بگذاره که دیگه بازار خلاص شود باز به یک نرخ قیمت تر بیا عرضه کنه برای مردم. این محتکر است. بعض وقتا کم فروش هستن، قیمت فروش هستن. این کار سبب یا یک گناه است. پیامبر میگن که این سبب میشه که یک سلطان ظالم سر شما مسلط شود، یک پادشاه ظالم، یک حکومت بی بازخواست، یک حکومت بی انصاف. میبینیم در اون جایایی که حکومت های نااهل، حکومت های جبار و ظالم هستن، رعیت هم ببینیم که چی سرنوشت دارن. در اونجا گران فروشی، احتکار، همه چیزهایی که ممنوع بوده در اونجا هست. پیامبر دوام میتن میگن که کسی که زکات نمیته در اونجا قحطی ایجاد میشه. سبحان الله. همون سرمایه دارم با عذاب دیگه دچار میشه. عهد شکنی موجب میشه که دشمن سر شما تسلط پیدا کنه. سبحان الله. امروز حالت ما و شما در کشورهای ما ببینیم، ما با عهدی که با الله بسته کردیم که شکستیم. امروز به تجاوز و به غارت ملت های ما دچار شدن. حکومت های ما حاکمای دیگی از بیرون دارن، دشمن سر ما آمده مسلط شدن. چرا ما عهد ما را شکستیم؟ پس همینا سبب میشه که بلا نازل میشه، عذاب نازل میشه. چه رقم کنیم که بلا و عذاب از ما دور شود؟ پس امی چیزها را، امی نارواها را، امی کارهای نامشروع و ناپسند ترک بکنیم باید که الله سر ما رحم کنه. ما چقدر راههایی را در اختیار داریم که ما را از عذاب الهی نجات ببخشه. یکی از اونها دعا هست. دعا هم رد بلا هست. دعا هم انسان از عذاب رهایی میبخشه. شما میبینید که مثلا بسیار جایی کار شده، حریق شده، همسایه خانه سوخته، به این خانه دیگه قرآن برداشتن، دعا کردن خدایا ما را از این مصیبت نجات ببخش. خداوند دعای اینا رو مستجاب کرده، او آتش پیش نیامده. هزار یک رقم گناه و عصیان هست، همون رقم عذاب هم هست.
این حال ما عذابی که در زیر خاک است، این عذاب هایی که روی خاک است زنده هستیم سر دچار ما میشه. بچهای جوان ما میرن زندان، یک کسی میبینیم کشته شده، یک کس میبینیم شکنجه میشه، یک کس میبینیم او کسایی که در راه خدا میرن شکنجه میشن، در راه خدا زندان میشن، نوش جانشان. یک کس رفته دزدی کرده رفته زندان رفته، یک کس آدم کشته رفته زندان، یک کس یک گناه بزرگ دیگه انجام داده، یک مصیبت شامل حالش شده، یک جزای سنگین دیده. در اینجا این دعایی که ما میگیم دفع میکنه بلا را، ما این نادیده نگیریم. ما دعایی که علما میگن نقطه وصل مسلمان با پروردگار هست. دعا، شما یک درد رسیده براتون، دست بالا کنید، یا الله مرا ببخش، یا الله این مصیبت از سر شانه‌ی ما بردار، یا الله زندگی ما تنگ شد، یا الله. دعا میکنین شما. توبه هست، راه جلوگیری از عذاب. قوم یونس علیه السلام سرکشی کردن، عذاب نازل میشد، پیامبر از ترس عذاب که حال اینا را شامل حالشان میشه وظیفهشون اعلا کردن رفتن. خداوند اونا را یک رقم برشان توبیخشان کرد، در شکم ماهی زندانیشان کرد و قوم سرش عذاب نازل میشد که دوباره اونا از یونس علیه السلام عذرخواهی کردن، توبه کردن، ما نفهمیدیم، عذاب متوقف شد. توبه اولین راه قبولی عبادت است. نماز شما بدون توبه به درگاه الله چه رقم قبول شود؟ شما آمدیم خدایا دیگه من بد کردم، اشتباه کردم، دیگه نافرمانی نمیکنم، حال 2 رکعت نماز میخونم، الله اکبر. شما زکات ندادین، یک بار وقتی میایم به زکات دادن میشین از الله استغفار توبه میکنه، خدایا من چقدر وقت شد که زکات ندادم. توبه میکنین که بعد از زکاتتون خداوند میپذیره. سجده شما بدون توبه مورد پذیرش الله نیست. خوب است که پروردگار عزیز این توبه را قید نکرده در یک وقت مشخص که در این وقت شما به توبهتون ما قبول میکنه. در غیر از او مثلا روز عرفه بزرگترین روز است که الله گناهان همه کسایی که در اون میدان حاضر هستند میبخشند. شب قدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، مرا ببخش خدایا. در شب قدر اگه اجابت شود، اگر تنها در شب قدر می بود، ما شما شب قدر از کجا می کردیم؟ 1 سال انتظار می شدیم که ما شب قدر به باز توبه کنیم، در حالی که در توبه 24 ساعت باز است. هر لحظه از تو خطایی سر زد، بده و بیا توبه کن که خداوند عذابی که در قبال از این خطاهای تو کردی اگر آمدنی بود که جلوش بگیره و دعای تو. شما هر چیزی که از خدا، هر چیزی که دوست دارین از خدا میخواین، خدا میته بر شما. اما خدا یک چیز از ما دوست داره، خدا توبه ما را دوست داره. ما توبه کنیم، توبه کردیم باز جلوی اون مصیبت ها و ابتلاعات خدا میگیره. پس ما هم چیزی که الله دوست داره همون رو برش پیش کنیم. صله رحم است. ما منتظر عید نباشیم که باز بریم آشتی کنیم، بریم پیش پدرم مادرم، بریم پیش خواهر برادرم، بریم پیش یک دوستم، خیش و قوم احوالش ندارم، بانو که عید بیاید استغفرالله. قطع صله رحمی عذاب نازل میشه. جلو
عذاب با رابطه کردن با ارحام، صله را وصل کنیم با کسایی که با ما رحم از طریق رحمی با ما وصل هستن. قطع نکنیم، نیکی کنیم. نیکی های شما دم روی او عذاب میگیره. شما به یک مسکین، به یک بیچاره یک شب و روز یک کمک روان کردیم، باز دلش از استخوان‌های شما رو دعا میکنه که خدایا این بنده را نشرمان، خدایا این را خیر بده. وقتی که دعای یک مسکین، یک دعای با سوز دلش یک کسی در حق شما دعا کرده، شما یک صدقه رایان کردین برش، یک کمک برش کردین، یک نیکی کردین برش. شما قرآن تلاوت کنین. قرآن است که سپر جور میشه. مثل که شما با چتری یا با شمسیه از باران و آفتاب خودتان محافظت میکنین، تلاوت قرآن کنین که قرآن یک دیوار آهنی باشه در برابر عذاب. ترحم داشته باشین، شفقت داشته باشین، با مسجد ارتباط داشته باشین. رفتن شما به مسجد سبب میشه که الله شما را ببخشه، عذاب نازل نکنه سر شما. این روزها خیلی کوتاه تیر میشن، با وجود که حال ما شما در اروپا یا در هامبورگ یا در این آلمان تقریبا 18-19 ساعت روزه میگیریم. چرا روزه میگیریم؟ که عذاب نازل نشود. از عذاب الله میترسیم، خدا قهر نشود، نافرمانی الله نشود. ما اگر قرآن میخوانیم میبینیم که دلای ما جمع میشه، دلای ما راحت میشه، مطمئن میشیم که بر هر حرفی که ما از این قرآن تلاوت کردیم الله بر ما حسنات نوشته کرد. روز میشه وقتی ترازو و اینا برقرار شود، کوچکترین ذره قدر گناه یا ثواب از حساب الله بیرون نمیمونه. ما نیاز داریم به یک ذره حسنه در اوجه. اوجه از کجا میکنیم؟ از امیجه که همین حسنات ما، کارهای خوب ما در اوجه به درد میخوره. در این ماه عزیز، در این ماه غفران، در این ماه رحمت، در این ماهی که از آتش جهنم خداوند نجات میبخشه ما را، ما در اینجا خود ما را خیلی متوجه بسازیم. یک لحظه از ماه مبارک، از روزهای اخیری که برای ما شما مانده، اینا از پیش ما ضایع نشود. با اشک ما، با نصفهای شب که خیلی کوتاه است، تا ما از تراویح میاییم هنوز دم ما را نگرفتیم که سحر است، نیم ساعت بعدش آذان صبح میشه. در همین فرصت بسیار کوتاه بیاین خود ما را مشغول عبادت الله بسازیم. یک شب مثل که شما زنده گذاشتین در حالی که نیم ساعت از اون. اعتکاف ما اگر نمیتونیم 10 روز بشینیم، بریم یک لحظه در مسجد بشینیم، به نام اعتکاف، به نیت اعتکاف بشینیم. چقدر سهولت ها برای ما فراهم کردن که کسایی که اگر وقت ندارن 10 روز نمیتونن خودشان در اوجه وقف کنن، یک لحظه هم در مسجد برن، یک شب بشینن در اوجه، با اللهشان ارتباط مستقیم برقرار کنن. از الله بخواین که خدایا این عذابی که حال سر همگی ما است، امت در یک حال بسیار اسفبار زندگی میکنن. اعدام ها هست، اعدام های دست جمعی هست، حکومت های ظالم آمدن سرنوشت مسلمان ها را تعیین میکنن. ما مسلمان ها برای ما عهد شکن بودیم که اینا آمدن سر ما مسلط شدن. در مصر چی حال است؟ مسلمان ها را هیچ کسی چیزی نمیگه. گناه از اونا چی بوده؟ گناهشان اسلام بوده. حال به جوخی دار باید برن. در بنگلادش ریش سفید داره، رهبرای مسلمان ها را اعدام میکنن، کسی شور نمیخوره. مثلا که ما یتیم میشیم،
سر یتیم کسی حال نیست که یک صله بکنه. خب ما از الله بخوایم خدایا بس است، خدایا ما بد کردیم، ما ناشکری کردیم، ما را تو ببخش. خدایا او نظر رحمتت بالای ما شود. این دشمنا را با این دسیسه هایشان خدایا تو و سرنوشت قوم عاد و ثمود دچار بساز خدایا. اینا اگر دستبردار نیستن از این ظلمشان، خدایا دستای جنا را از سر ما کوتاه کن. یک بار رمضان عزیز ماه پیروزی شود. ما اجتماعی در اصلاح ما قدم نگذاشتیم. بسیار کسایی هم تانستن خودشان. طبعا وقت شما در اصلاح اجتماع، در اصلاح خانواده، در اصلاح مردم تلاش میکنین، زحمت میکشین، ولی با تمام جدیتتان تلاش اگر نتیجه نمیده، این شما مسئولیتتان ادا کردین. بیاین حالا مسئولیت ما را ادا بکنیم. بچسبیم در جان کسانی که اونا گمراه شدن رفتن، اینا رو دستشان میگیریم. تمنا میکنم خدایا چند روزی که باز در پیش روی ما هست و ما این مهلت بده خدایا، این لطف و کرم بر ما بکو پروردگار که در این چند روز پیش روی ماست، ما را زنده بدار و بر ما این توفیق عنایت بکو که ما بندگی درست بکنیم. ما حقی چند شب از رمضان حداقل اگر از گذشته را نتونستیم، یا رب با اون توفیق عنایت بفرما که حق چند روز باقی مانده رمضان ادا بکنیم. ما را از او پاداش و از اون مزدی که در آخر رمضان وعده کردی ما را به بهره نساز. خدایا امت خوشحال بساز. خدایا با پیروزی اسلام ما را خوشحال بساز. عیدی که در انتظار ماست خدایا عید حقیقی بگردان، عید پیروزی مجاهدان بگردان، عید پیروزی کسانی که در راه تو زحمت میکشند بگردان. شما را تا برنامه بعد حالا که رمضان خلاص میشه، این برنامه های خاص ما خلاص شد، باز انشاءالله اگر زنده بودیم همون برنامه های سابق خود دوام میدیم. تا دیدار بعد شما را به الله منان میسپارم. رمضان شما با خیر سپری شود، با عبادت سپری شود، تا سرخروی سربلند پیش الله باشیم. خداوند در جنت ما و شما را دیدار نصیب بکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.